به نام خدا سلام دارم خدمت تمامی دوستان عزیز. خیلی خوش آمدید دوستان. میخوایم در این ویدیو آگاهی یوتیوب، یعنی بریم یوتیوب برای ما آگاهی میفرسته رو از رو صفحه یوتیوب ما حذف بکنیم. خب وارد یوتیوب میشیم، نگاه بکنید الان این آگاهی بالای صفحه برای من اومده. من میخوام این رو حذف بکنم، دیگه برای من نیاد. چیکار باید بکنم؟ رو سه نقطه کلیک میکنم، منتظر میشیم. حالا اینجا میاد، نگاه بکنید، پسندیدن آگاهی، مسدود کردن آگاهی، گزارش تخلف آگاهی. خب من رو مسدود میزنم، تمام، ادامه میدم و این رو برای من نشون نمیده. حالا اومدم بیرون، دیگه آگاهی اینجا وجود نداره، اما زمانی که نگاه بکنید این چرخه رو میکشم بالا، دوباره این آگاهی یه آگاهی دیگه میاد. داشته باشید. تمام. این آگاهی رو من روش کلیک میکنم، دوباره مسدود میکنم و هر باری که از یوتیوب میام بیرون و دوباره وارد یوتیوب میشم، دقیقاً برای من آگاهی میفرسته. نگاه بکنید الان، داشته باشید این آگاهیه. من نمیخوام ببینم، بعدم میاد فکرمو مشغول میکنه، تمام، میزنم مسدود میکنم و تا زمانی که من وارد یوتیوب هستم دیگه برای من آگاهی نمیفرسته. اون چیزی که من علاقه‌مند نیستم رو برای من نمیفرسته. اصلا این ویدیو کوچیکی که میمونه اینجا وایساده داره گوشت میخوره رو من نمیخوام ببینم. از اینجا علاقه‌مند نیستم رو میزنم، تمام شد و رفت. خب حالا دوستان عزیز نگاه بکنید، اینطوری آگاهی دیگه یوتیوب برای شما آگاهی نمیده و چیزی که دوست دارید رو برای شما نشون میده، علاقه شما رو پیدا میکنه. این کار باید مداوم‌تر انجام بشه. هر باری که وارد یوتیوب میشید دقیقاً این کار انجام میدید، بعد یک مدت دیگه این اتفاق نخواهد افتاد. دوستان اگر فکر میکنید این ویدیو مناسب بوده، لطفاً ویدیو ما رو لایک بکنید و ما رو حمایت بکنید. خیلی خیلی ممنونم. خدا یار و نگهدار شما.